امروز 25 نوامبر و روز نب خشونت خانگی. بهانه‌ای شد تا یه مؤسسه‌ای رو بهتون معرفی کنم به نام مؤسسه آتنا، خانه امن آتنا، که البته بندم به عنوان مددکار این مؤسسه افتخار همکاری رو باهاشون داشتم به مدت 4 سال که همکنون هم هنوز در حال همکاری هستم و چون از نزدیک در بطن این مؤسسه بودم و کارهاشون رو دیدم، خواستم که هم یه تقدیر و تشکر کرده باشم از کار این مؤسسه و همین که به همین مناسبت بهتون معرفی کنم که اگر نیازی شد بتونید که با این مؤسسه تماس بگیرین و از خدماتش بهره مند بشید. مؤسسه‌ای که پناهگاه امن خانم‌های خشونت دیده و آسیب دیده است. دوستانی که مراجعه میکنن کسایی هستن که حالا چه در خونه پدری از پدر و مادر و یا در خانه خودشون از همسر دچار آسیب شدن، حالا فرقی نمیکنه روحی، جسمی، و حتی فرزندایی که دچار آسیب‌هایی مثل تجاوز از طرف پدر میشن، مراجعه میکنن و این مؤسسه با تمام توانش پذیرا هستن، جا بهشون میدن، مشاور، روانشناس، کارگاه‌های آموزشی، خیاطی، آشپزی، همه اینا در خدمت دوستان مراجعه کننده هست تا زمانی که حالا اگر رفع بشه مشکل که برگردن که خب انجام میشه و اگر که مشکل رفع نشد انقدر اینا توانمند میشن و ارتقا پیدا میکنن که بعداً خودشون تو جامعه بتونن اون آموزش هایی دیدن، شغلی که یاد گرفتن رو ازش بهره مند بشن، استفاده کنن و خودشون از هزینه هایی که هست پسش بر بیان. و مؤسسه‌ای که شاید الان 17 ساله که من اطلاع دارم داره فعالیت میکنه و زنان توانمندی رو تحویل جامعه داده. بازم تشکر از مؤسسه و خانم دکتر افتخارزاده که تمام تلاششون هست که بتونن به خانم هایی که مراجعه میکنن اونطوری که باید و شاید حمایت کنن و بهشون امکانات رو بدن.